ما در قسم حربی 2849 شهر ترسونزاده قرار داریم. با گفته همخدمتانش قابل جان یکی از آشپزان ماهر همین قسم نظامی است و ما این را میفهمیم البته بعد آن لحظه ای که خورشی که قابل جان بهره ما و شما آماده میسازد چشیده میبینیم و میگوییم که تا چه اندازه قابل جان آشپزی ماهر است. بیایید اکنون دست پوشک‌ها را میپوشیم و شما میگویید که این خورش چی نام دارد و از کدام محصولات باید آماده کرده شود. خوب قابل جان مرحمت. اون محصولاتی که در قسم نظامی ما هست ما از آنها خورش تیار می‌نماییم. تیار نمودن خورش ما اونقدر دشوار هم نیست اما این محصولات رو میده کرده آمیخته میکنیم. برای تیار کردن خورش پیاز، شلغم، ترک، کنسرو گوشتی و گشنیج پیاز سبز لازم است. مرحمت. از چی شروع میکنیم؟ من پیاز رو ریزه میکنم شما ترک رو ریزه کنید. خیلی خوب مرحمت. ترک رو باید چگونه ریزه کنم؟ چوکنجای میده. خیلی خوب. شما در یک روز 3 مرتبه خوراک آماده میکنید؟ کدام نمودی خوراک ها رو صبحانه در خوراک نصف روزی و خوراک شام آماده میکنید؟ خوراک صبحانه در تیار میکنیم شلای جوین، شلای جوی میده و تخم و چای شیرین مسکت تامین میکنیم سبزولا. در خوراک نصف روزی تیار میکنیم نخود شوربا و کارتوشکا و پیوره تیار میکنیم و کمپوتای شیرین تامین میکنیم سبزولا. بعد شلغم رو ریزه میکنیم. مرحمت شما شلغم رو ریزه کنید. من حاضر ترک رو به ظرف گرفته یک تای دیگرش رو ریزه میکنم. چند مدت است که شما خدمت میکنید؟ ما 1 سال 10 ماه خدمت میکنم. یعنی که کم مونده است برای بله 2 ماه دیگر مونده است که ماه شما دیگر خدمت حربی رو تمام کنید. تمام میکنیم. با فکرم پدر و مادرتون شما رو در خانه انتظارند. بله. قابل جان من میخواستم که با 2 جمله بگویی که آن همین خدمت حربی به شما چی داد؟ ما خدمت حربی یکم عقل و تمیز داد و دوم خدمت وطن مادر رو میکنم و خونه میروم. یعنی که مقصد شما این است که با سری بلند خدمت حربی رو ادا کرده به خانه برگردید. بله. احسن به شما. هر یک جامعه باید این مکتب مردانگی سر است. خیلی خوب گفتید. من هم کمی فکر میکنم شاید بعد از این گفتگوی شما به خدمت حربی بیایم. هر یک نفری که خدمتچی حربی رو بود میکند اون خود مرد حقیقی حس میکند. بله درست میگید. خب اکنون چیکار باید کنیم؟ اکنون پیاز سبز رو باید ریزه کنید. مرحمت. پیاز سبز رو شما ریزه کنید. من شلغم رو قریب ریزه کردم. شلغم های ریزه کردم رو به ظرف میگیرم. قابل جان خوب همه این محصولات رو شما خودتون در اینجا به فکر میشونید؟ بله. اما این محصولات رو کمی پیش از زمین چینده آوردیم. خیلی خوب. گشنیج رو من ریزه کنم؟ همش رو؟ کمیش رو ریزه کنید. کمی دیگرش برای چی لازم است؟ کمی دیگرش رو برای اورش خورش لازم است. خیلی خوب. باور کنید دوستان عزیز این گشنیج خیلی طعم عجیب داره چون که کمی پیش از زمین چیده آورده شده است. آن گشنیجی که شما از بازار میخرید مزه‌اش عموما دیگر است. فکر میکنم که بعد از این سخن‌ها اگر سوداگرها ما رو بینن در بیرون لطف خوب میکنن. همین قدر کفایه است؟ بله. اکنون هم این محصولات رو با کاسه میگیریم. مرحمت. کاسه رو از این طرف گذارید. کمی تور رو و کمی شلغم و کمی پیاز رو ایلوه میکنیم. خیلی خوب مرحمت. و کنسرو گوشتی رو بایم آمیخته میکنیم. خیلی خوب مرحمت. کنسروی گوشتی و چنگک با شما. وقتی آمیخته میکنیم. ما امروز در قسم حربی 2849 شهر ترسونزاده یک خورش برای شما آماده کرده استیم. برای آماده نمودن این خورش شلغم، ترک، پیاز خام، کنسروی گوشت، گشنیج و پیاز سبز لازم است. دوستان عزیز همه اون محصولاتی که در قسم‌های حربی دیده می شود ما جمع کردیم اینجا همراه یکی از آشپزان ماهر قابل جان
омода кардем як хӯришро баҳри шумо. Ҳамин хӯриши мо қариб омода шуд. Акнун ками намак мекунем. марҳамат. акнун балалӣ мегунем. акнун ороиш метиҳем. Марҳамат. Гашни чӣ реза карда шудаанд? марҳамат. ин гашниро дар гирдаш мемонем. ва хӯриши мо омода шуд, метавонед чашида бинед. Хеле хуб. Акнун дӯстони азиз чашида мебинем ва мегӯем ки то чӣ андоза Қобилҷон ошпази моҳири ан ҳамин қисми ҳарбӣ аст. намуди хӯриш хеле аҷиб аст дӯстони азиз. Қобилҷон, аҳсан ба шумо. Ҳама ин маҳсулотҳои хом пухта шуда дар ин ҷо як маззаи ғайриоддӣ медиҳад. Ба шумо тавсия медиҳем дӯстони азиз ки агар дар назди хонатон ан ин маҳсулотҳоро шинонда гирифтед, ҳатман ин гуна хӯришро омода кунед.